دوستان و همراهان گرامی، سلام. با توجه به قیمت‌های بالای باتری‌های دستگاه‌ها و ادوات کشاورزی و باغبانی میخوام امروز نکاتی رو بهتون بگم که باعث افزایش طول عمر و کارایی این باتری‌ها میشه. همیشه سعی کنید که شارژ باتری روی 50 تا 70% باشه و هر یک ماه یک بار دستگاه رو روشن کنید و بذاریم به مدت 5 دقیقه کار کنه. بعد از انجام این کار باتری رو به شارژ بزنید، حدود نیم ساعت شارژ بشه. در مورد شارژ باتری ها هم نکاتی بهتون بگم. حتما از شارژر مناسب اون دستگاه استفاده کنید. نذارین باتری کاملا تخلیه بشه و قبل از تخلیه باتری رو به شارژ بزنید و طولانی مدت نذارین روی شارژ باشه، مثلا به مدت تایم های بالاتر از 4-5 ساعت. همچنین در مورد دمای مناسب این باتری ها هم دمای ایدئالشون حدود 20 درجه است. در محیطی باشه که نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه، نه رطوبت بالا باشه و نه اینکه در معرض مستقیم نور خورشید قرار بگیرن. همچنین هر چند وقت یک بار این پایانه های باتری ها رو هم با یه دستمال تمیز کنید. این کارها رو انجام بدید، قطعاً نتیجهش رو خواهید دید. موفق باشید.